چالش ما برای احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر منافقین و تمام حجاب ستیزایی است که شما زمانی که در رابطه به حجاب خواهر و مادر ما صحبت میکنین، در رابطه به حجاب خانم های افغان صحبت میکنین، اول عکس خواهر و مادرتان در پروفایلایتان نشر کنین. خصوصا کسانی که دعوا میکنن بر سر حقوق زن، شما خو حتمی و ضروری است مانند امرالله صالح، احمد مسعود و هر کس دیگهش که است، باید شما با خانم هایتان حاضر شوین. اما از خود سوال کردی که کجاست خانم احمد مسعود؟ دختر احمد ولی مسعود کجاست؟ چرا نشان نمیده؟ خدای نکرده توهین برشان نشه. کولی هستن، پیس هستن، کل هستن، کور هستن، چی هستن؟ چرا خدا نشان نمیده؟ با حجاب یا به حجاب؟ چرا؟ اما در رابطه با به حجاب ساختن تو صحبت میکنی.